برای ساخت این شونه چوبی من طرح رو آماده کردم و روی کاغذ کشیدمش. برای اینکه نشون بدم که خیلی راحت و دم دستی میتونید این کارو انجام بدین، من طرح رو هم به صورت دستی کشیدم و از نرم افزارم حتی استفاده نکردم. یعنی یه خط قرینه در بردم، ابعادم رو کشیدم و تقسیم بندی رو انجام دادم، بهش فرم دادم و به این صورت طرح اولیه‌مو آماده کردم. برای ساخت این شونه چوبی ما به یه قطعه چوب ابعادی که من در نظر گرفتم 12 سانتی متر، طول 10 سانتی متر و ضخامت 7 میلی متر احتیاج داریم. موضوع مهمی که برای ساخت این شونه چوبی باید در نظر بگیرید اینه که دندونه‌های شونه باید در جهت الیاف باشه. جهت الیاف در جهت طول درخت هستش. یعنی اگه شما جهت الیاف رو دقت بکنید به این صورته و دندونه‌ها هم باید به این صورت گرفته بشه. من اگه بخوام شونه رو به این صورت بگیرم، دندونه‌ها به راحتی میشکنن و جدا میشن. اینجا الان من دو تا قطعه چوب آوردم که بتونم این قضیه رو براتون ما ایجاد بکنه که این قطعه‌مون دیگه نشکنه. خب من طرح رو روی چوب پیاده کردم با استفاده از کاغذ کاربن. برای خالی کردن این قسمت‌هایی که بین دندون‌های شونه هستش، میتونم از اره مویی دستی استفاده بکنم. اگر تجهیزات خاصی نداریم، میتونیم با استفاده از اره مویی خیلی راحت اینها رو برش بزنیم و بعد بریم برای تراشیدن و گرد کردن و سنباده کاری. اگر یه مقدار تجهیزات بیشتر دارین، مثلا یه اره چکشی دارین، میتونین با اره چکشی خالی بکنین این قسمت ها رو و حتی میتونین با اره میزی هم این کار رو انجام بدین. قبل از اینکه کارتون رو دوربری کنین، این لبه رو به گونی‌ها تکیه بدین، فاصله گونی‌ها رو تنظیم کنین، برش بزنین، برش با فاصله‌ای که لازمه. الان فاصله که من در نظر گرفتم، قطعه اول که فرم قطعه است، از اونجا به بعد 3 میلی متر فاصله دادم، 4 میلی متر دندونه، 3 میلی متر فاصله، 4 میلی متر دندونه. به همین ترتیب اومدم تا انتها و یه کار قرینه ایجاد کردم اون کاملا مشخص بکنم. الان این قطعه چوبی که می‌بینین جهت الیاف به این صورته، یعنی اینجوری، و این قطعه چوبمون هم جهت الیاف به این صورته در جهت طول. من اگر بخوام شونه رو به این صورت بگیرم، ببینید این چوب به راحتی نمیشکنه و مقاومت زیادی داره. اما بخوام شونه رو این شکلی بگیرم، به دندون‌ها به این سمت باشه، به راحتی دندون‌ها میشکنه و از هم جدا میشه. پس دقت داشته باشین که باید شونه رو به این صورت بگیریم. اما وقتی که این شکلی شونه رو میگیریم، امکان اینکه شونه‌مون از این قسمت بخواد بشکنه وجود داره. برای همین من میخوام از 2 تا قطعه به صورت راپود روی شونه استفاده بکنم. یعنی بعد از که این طرح رو روی کار پیاده کردم، اینجا یه شیار ایجاد کنم به ضخامت این چوبایی که آماده کردم و به پهنای همینها و این چوب‌ها رو در جهت خلاف جهت این چوبمون بچسبونم که حالت تار و پود بشه و بتونه مقاومت لازم رو برای